بهترین محصولاتی که تو سال 2025 استفاده کردم و تو سال جدیدم تمدیدشون میکنم. آبرسان مرطوب کننده هیالورونیک اسید کوزار اکس که من دیگه انقدر از این تعریف کردم خودم خسته شدم. بهترین و قوی ترین آبرسانیه که تا الان داشتم و پوستو حسابی شفاف و شاداب میکنه. اسنس بایولیفتینگ نامبوزی این که امسال دیگه خیلی قوقا کرد، به صفر شدن پوست من خیلی کمک کرد. چروکای سطحی هم رفع میکنه، منافذم کوچیک میکنه، کلا پوستو صاف و یک دست میکنه. دور چشم کلاژن اکسیسوا که به کاهش پف و تیرگی خیلی کمک کرد و آبرسانی قوی هم داره. سرم ضد ریزش بیوکسین فورت واسه رفع ریزش مو عالی عمل میکنه دیگه، فکر کنم همه یکی دونه ازش داره. ضد آفتاب سنتلا که سبکترین و راحت ترین ضد آفتابی بوده که داشتم، خیلی سبک، بافتش ژل کرمه و جوش‌زا هم نیست. کرم پودر گابرینی که منو واقعا شگفت زده کرده، کیفیت خوب، قیمت مناسب، بافتش مخملی و خیلی سبک. تو این یه سال اخیر هر وقت منو با میکاپ دیدین این رو پوستم بوده. ماسک موها و شامپوهای بیوکسین که تقریبا همه مدلاشو استفاده کردم ولی دیگه جوابشون انداختم دور و از بهترین برندهای مراقبت موی بود که تو سال اخیر پیدا کردم. به خصوص از ماسک موی طلایی و شامپوی بیوکسین فورت قرمز و این سفیدش که مخصوص موی چربه خیلی راضی بودم.